سلام به همگی و خوش اومدید. امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوع فوق‌العاده مهم. میدونید اون موانع نامرئی که انگار جلوی پیشرفت ما رو گرفتن. قراره با هم یاد بگیریم چطوری این موانع رو بشناسیم و از سر راهمون برداریم تا بالاخره بتونیم به اون پتانسیل واقعیمون برسیم. تا حالا این حس بهتون دست داده که انگار دارین روی تردمیل با آخرین سرعت میدوین، کلی انرژی میذارین، عرق میریزین، نفس میزنین، ولی وقتی نگاه میکنین میبینین هنوز سر جای اولتون وایسادین. امروز قراره بفهمیم دقیقاً چرا این اتفاق میفته. این تشبیه رو ببینید، فوق‌العاده است نه؟ کل بحث امروز ما در مورد همین سنگ‌های نامرئیه. وزنه‌هایی که از وجودشون بیخبریم، اما هر روز داریم با خودمون اینور اونور میبریمشون و بعد تعجب میکنیم که چرا اینقدر بالا رفتن از تپه زندگی سخته. خب اینم از نقشه راهمون. اول یه نگاهی میندازیم به این مبارزه نامرئی، بعدش میفهمیم این نیات متضاد اصلاً چی هستن، بعد میریم سراغ راه حل، یعنی قدرت فرکانس. یاد میگیریم چطور محیطمون رو پر از انرژی مثبت کنیم و آخر سرم یه جعبه ابزار کاملاً عملی بهتون میدم که هر روز ازش استفاده کنین. ببینید، بیشتر سیستم‌های موفقیت به ما میگن بیشتر تلاش کن، سخت‌تر کار کن. ولی تقریباً هیچ کدومشون از اون نیروی نامرئی که داره ما رو به عقب میکشه حرفی نمیزنن. این همون مبارزه پنهانیه که باعث میشه موفقیت مثل یه نبرد بی‌پایان به نظر بیاد. خب وقتشه که روی این وزن نامرئی یه اسم بذاریم. بهش میگیم نیات متضاد. اینا در واقع یه سری برنامه‌ریزی‌های پنهانی توی وجود ما هستن که دقیقاً برخلاف اهداف آگاهانه ما کار میکنن و ما رو از مسیر اصلیمون منحرف میکنن. و دقیقاً همینجاست که قضیه خیلی عمیق و جالب میشه. ببینید، اینا فقط یه سری فکر منفی ساده نیستن، نه. اینا مثل کدای برنامه نویسی هن که توی ناخودآگاه ما، توی خاطراتمون و حتی توی دی ان ای ما هک شدن و دارن شبانه روز بر علیه ما کار میکنن بدون اینکه ما اصلا روحمون خبر داشته باشه. خب اینا از کجا میان؟ بخش بزرگشون ارثی هن. فکرشو بکنین، ترس‌ها، شکست‌ها و حتی تصمیم‌های خیلی مهمی که اجداد ما گرفتن میتونه امروز روی زندگی من و شما تأثیر مستقیم بذاره. علاوه بر این، تجربیات و خاطرات تلخ زندگی خودمون هم میاد و به این بار سنگین اضافه میشه. و اگه فکر میکنین موضوع به اندازه کافی پیچیده نیست، باید بگم که این نیات متضاد میتونن توی 33 تا لایه یا بعد فرکانسی مختلف قایم شده باشن. 33 تا، یعنی خیلی عمیق‌تر از چیزیه که ما حتی فکرشو میکنیم. اما خبر خوب چیه؟ اینه که ما قرار نیست تا ابد این کوله بشتی سنگین رو هم کنیم. هدف اینه که این انرژی‌های کهنه رو پاکسازی کنیم تا بتونیم دوباره اختیار زندگی خودمون رو به دست بگیریم و با اراده و نیت آگاهانه مسیرمون رو انتخاب کنیم. خب حالا سوال اصلی اینه چطوری این انرژی‌های سنگین و قدیمی رو پاک کنیم؟ راه حل به طرز شگفت‌انگیزی توی یک کلمه خلاصه میشه: فرکانس. بیایید با هم ببینیم این علم دگرگونی انرژی چطوری کار میکنه. اینجوری بهش نگاه کنین. هر نیت متضاد یه انرژی با فرکانس پایینه، مثل یه پارازیت یا نویز. شما برای از بین بردنش لازم نیست باهاش بجنگین. فقط کافیه خودتون رو توی یه فرکانس خیلی بالاتر و قوی‌تر غرق کنین. دقیقاً مثل اینه که وارد یه اتاق تاریک میشین و کلید برق رو میزنین. تاریکی مقاومت نمیکنه، فقط ناپدید میشه. این جدول تفاوت رو خیلی قشنگ نشون میده. محیطایی که توشون قرار میگیریم مستقیما روی انرژی ما تاثیر میذارن. یه طرف محیطایی رو داریم که انگار دارن انرژی ما رو میمکن و اون کوله پشتی رو سنگین‌تر میکنن. طرف دیگه محیطایی هستن که مثل یه شارژر قدرتمند عمل میکنن و به ما کمک میکنن سبک بشیم. انتخاب با خودمونه. حالا بیایم ببینیم چطوری میشه این پاکسازی رو عملی کرد. یه تشبیه خیلی خوب براش گرفتن یه دوش فرکانسیه. یعنی چی؟ یعنی آگاهانه خودمون رو ببریم زیر بارش انرژی‌های مثبت و بالا تا اون انرژی‌های منفی شسته بشن و برن. این فقط یه مثال از بالاترین سطح فرکانسه. وقتی کنار یه آدم فوق‌العاده مثبت و پر انرژی هستین، انگار انرژیش مثل آبشار میریزه روتون. بدون اینکه حتی تلاشی بکنین، شما رو پاک و سبک میکنه. یه راه خیلی ساده و در دسترس برای گرفتن این دوش فرکانسی استفاده از چیزیه که بهش میگن موج زیبایی شناختی. زیبایی خودش یه فرکانس خیلی بالاست. نگاه کردن به یه تابلوی نقاشی، قدم زدن تو طبیعت یا حتی داشتن چند تا شاخه گل ساده روی میز میتونه برای روح ما مثل یه حمام انرژی عمل کنه.
خیلی خب، رسیدیم به بخش مورد علاقه من، بخش عملی. چطور این حرف قشنگ رو به عادتهای روزمره تبدیل کنیم؟ این جعبه ابزار قراره چند تا استراتژی ساده ولی فوق‌العاده قدرتمند بهتون بده که از همین امروز شروع کنین و اون بار سنگین رو سبک‌تر کنین. همه چیز تو همین 3 تا کار ساده خلاصه میشه. 1. آدمای دور و براتون. 2. موسیقی که گوش میدین و 3. زیبایی‌هایی که به خودتون اجازه میدین ببینین و حس کنین. این 3 تا ستونهای اصلی ساختن یه زندگی با فرکانس بالا هستن. اینم چند تا ایده عملی برای اینکه شروع کنین. لازم نیست کارهای عجیب و غریب بکنین. یک گپی با یه دوست خوشبین، پلی کردن یه قطعه موسیقی کلاسیک موقع کار، بازدید از یه گالری هنری یا حتی خریدن یه شاخه بل واسه خودتون. هر کدوم از اینا یه قدم کوچیکه که تأثیر بزرگی داره. و این بهترین بخش ماجراست. گوش کنین، قرار نیست به کمال برسیم. لازم نیست 100% این نیات متضاد رو پاک کنین تا برنده بشین. نه، حتی اگه فقط 10-20% از اون سنگ‌ها رو از روی دوشتون بردارین، خودتون می‌بینین که زندگی چقدر راحت‌تر و روون‌تر میشه. هدف پیشرفته، نه بی‌نقص بودن. این نمودار همه چیز رو میگه. وقتی اون کوله پشتی سنگینه، برای هر قدم کوچیک باید کلی انرژی بذارین. اما وقتی سبک میشه، با تلاش خیلی کمتر نتایج خیلی بزرگتری میگیرین. زندگی از حالت جنگیدن به حالت جاری شدن تغییر میکنه. و اگه قرار فقط یه چیز از این بحث یادتون بمونه، این باشه: کنترل دست شماست. شما قربانی گذشته یا برنامه‌ریزی‌های قدیمی نیستین. شما این قدرت رو دارین که آگاهانه محیطی رو برای خودتون بسازین که شما رو بالا بکشه و از این موانع نامرئی آزاد کنه. و حالا این سوال برای شماست. همین امروز، همین الان، اولین قدمتون برای گرفتن این دوش فرکانسی چیه؟ گوش دادن به یه آهنگ خاص، یه تلفن به یه دوست خوب، یا 5 دقیقه قدم زدن زیر نور خورشید؟ یادتون باشه، کوچکترین انتخاب‌ها میتونن بزرگترین تفاوت‌ها رو بسازن.